آقا خدا رو شکر میکنیم اول به خاطر بینایی که به ما داده که ما میتونیم ببینیم و حرکت کنیم. دوم به خاطر عقلی که به ما داده که فکر کنیم، تفکر کنیم. به خاطر زبانی که به ما داده ما بتونیم حرف بزنیم. به خاطر گوشی که به ما داده که بشنویم. به خاطر دستی که به ما داده خیلی کارا باشه انجام بدیم، ورزش کنیم، رانندگی کنیم، خیلی کارا. به خاطر پایی هم که به ما داده. هر روز از خدا روزی 10,000 بار 100,000 بار سپاسگزارم، ممنونم که خدا یه همچین نعمت بزرگی به ما داده. حالا میخوای بفهمی آقا این چه نعمت بزرگی ما داریم، قدرشو نمیدونیم، گاجی چش تو بگیر، یه دونه چش تو، بیری تو بگیر، نفس نکش، چه میدونم، زبون تو بگیر، یه پا تو ببند. آقا شکرگزار باش به قرآن. خدا انقدر در رحمت رو به رود باز میکنه، انقدر در رحمت نعمت باز میکنه که خودت نفهمی. حرفی نیست. دمتون گرم.